4 نکته‌ای که ثروتمندا انجام میدن اما فقیرا نه. میخوام امروز درباره یه موضوع جالب باهاتون صحبت کنم. ثروت و اینکه چطوری میتونیم به یک ذهنیت ثروتمند برسیم. من به شخصه به این نتیجه رسیدم که ثروتمند بودن بیشتر از اینه که یه عدد داخل حساب بانکیت باشه. این یه حالت ذهنیه. در واقع من خیلی از کلمه ثروتمند خوشم نمیاد. من همیشه دنبال این بودم که به جای ثروت به دنبال ثروت پایدار برم. خیلی از شما الان ممکنه بگید که ثروت و ثروتمندی چه فرقی داره. خب به نظر من ثروت واقعی اینه که بتونی از منابع خودت بهترین استفاده رو کنی و در عین حال بتونی به دیگران هم کمک کنی. به خاطر همین اکثر افرادی که حالت ذهنی ثروتمند دارن تو زندگیشون هم نتایج مثبتی میبینن و به خواسته هاشون میرسن. من خودم از 12 سالگی شروع به کار کردم. اولین کارم تعمیرات لوازم خونگی مثل ماشین، لباسشویی، یخچال و اینجور چیزا بود. و 1 ماه و خورده‌ای طول کشید که من تونستم اولین میلیون تومانمو به دست بیارم. و خب درسته عدد زیادی نیست، اصلا هیچ عددی نیست، ولی خب توی سن 12 سالگی بین همسنام خب برای من یه برتری خاصی میداد. و وقتی اولین میلیون تومانمو به دست آوردم همینطوری تلاش کردم که تو ماهای آینده چند برابرش کنم. کارهای مختلفو تست کردم. بعد از اون رفتم آرایشگاه کار کردم. بعدش اومدم سمت کارهای آنلاین، ادمینی، ساخت استوری، ادیت، کارهای گرافیکی اینا و حالا مهران مستر هستم. اسمی که اوایل اسم ساده بود اما حالا برند منه. صاحب چندین کانال یوتیوب به زبان فارسی و انگلیسی. چنل اولم حدود 30K ساب داره، 50 میلیون ویو. توی اینستاگرام هم 20K فالوور و چندین میلیون ویو و این اعداد و ارقام زیادن. من چندین سال دارم این کار رو انجام میدم و دارم به بهترین نحو انجامش میدم و نتیجه خیلی خوبی هم ازش میبینم. حالا بیایم به 4 نکته اصلی که ثروتمندا انجام میدن اما فقیرانه بپردازیم. پرداخت بر اساس نتیجه نه زمان. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها اینه که افراد ثروتمند بر اساس نتیجه‌ای که میگیرن پول میگیرن. برای مثال من ساعت‌ها کار میکردم و همیشه خسته از کار برمیگشتم خونه، اما به خاطر شغلی که داشتم هرگز نتونستم به اندازه تلاش و وقتی که میذاشتم درآمد داشته باشم و اصلا افزایش درآمد خاصی نداشتم، شاید نهایت 50,000 تومان. این یعنی هر چقدرم که خوب کار بکنی عملاً هیچ وقت افزایش درآمد قابل توجهی نداری. اگه شما یک کسب و کار راه بندازین یا توی زمینه‌ای کار کنین که بابت نتیجه پول میگیرید، میتونید درآمد بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال همین کار من، یوتیوبری. من اگه نتیجه کارم ویدیویی که میذارم ویو بالاتری باشه، خب قطعا درآمد من بیشتره و یه درآمد ثابت ندارم. یعنی هرچی بازدید بیشتری بگیرم درآمد بیشتری دارم. قانون 10 برابر. قانون بعدی اینه اگه نمیتونید چیزی رو 10 بار به صورت نقد بخرید، پس در واقع نمیتونید بخریدش. این خیلی مهمه. شاید این جمله من یکم گیجتون کرده باشه ولی جلوتر متوجه منظورم میشید. خیلی‌ها به خاطر ظاهرشون یا اینکه چطور به نظر میرسن هزینه‌های زیادی میکنن با اینکه واقعا توانایی پرداختشو ندارن. بیشتر مردم انقدر مشغول خودشون و حسودی با دیگران هستن که حتی وقت نمیکنن فکر اینو کنن که آیا میتونن اون چیزو بخرن یا نه و بعد کلی بدهی بالا میارن. من خودم ترجیح میدم چیزایی بخرم که واقعا بهشون نیاز دارم و میدونم میتونم به راحتی بابتشون پول بدم. این باعث میشه که توی فشار مالی نرم و احساس آرامش بیشتری داشته باشم. یادگیری و مشاهده در سکوت. نکته بعدی اینه که افراد ثروتمند بیشتر داخل سکوت عمل میکنن و یاد میگیرن. اونا از تجربه‌های خودشون و دیگران درس میگیرن به جای اینکه هر کاری میخوان بکنن و بلند داد بزنن و به همه اعلام کنن. من خودم به شخصه به این باور دارم وقتی که عمل میکنید و کمتر راجعش صحبت میکنید قطعاً به نتیجه میرسید. مثلا کسی که همش درباره برنامه‌های آیندهش حرف میزنه ولی هیچ عملی نمیکنه، فقط داره وقتشو هدر میده. مثلا میگه من امروز 5 ساعت درس میخونم، یک کانال جدید یوتیوب باز میکنم، میرم سر یه کاری بیزنسمو شروع میکنم، ولی فقط حرفه و هیچ عملی انجام نمیده و فقط وقت خودشو داره هدر میده. افرادی که واقعا موفق هستن بیشتر وقتشون رو صرف کار کردن میکنن تا حرف زدن. و نکته 4 و آخر، اهمیت زندگی خارج از کار. نکته 4 اینه که افراد ثروتمند میفهمن که کارشون تنها بخشی از زندگیشونه. اونا به خواب خوب، تغذیه سالم و مراقبت کردن از خودشون اهمیت میدن. خیلی از افراد یا شما که دارین این ویدیو رو میبینین شاید میگید اینا اصلا هیچ ربطی به کارشون نداره، که این کاملا اشتباهه. من معتقدم که انرژی شما مهمترین دارایی شما تو زندگیه. اگه شما خوب بخوابید، خوب تغذیه کنید و ذهنتون رو سالم نگه دارین، قطعا میتونید بهتر کار کنید و بهتر نتیجه بگیرید. این 4 نکته اصلیه که به نظرم میتونه به شما کمک کنه که به سمت یه زندگی موفق و ثروتمند حرکت کنید. حالا نظر شما چیه؟ شما هم نکته‌ای میدونید که میتونه مهم باشه و اینجا نگفتم؟ حتما داخل کامنت ها بنویسید تا بقیه استفاده کنن. و در آخر یادت باشه، تلخی تلاش رو تحمل کن تا طعم شیرین موفقیت رو بچشی.